امروز وطن ماتم دارد و شعر و ادب و اخلاق و اندیشه سیاه پوش است. رفتن او برای آگاهان دردناک است، زیرا یکی از نادرترین فرزانگان این ملت رخت سفر بربست. اگرچه به قدرش نرسیدیم و عمق اندیشه او را درک نکردیم که در حسرت درک درست ماند و رفت. شعر و ادب و تخیل و اندیشه و اصولهای شعر آفرین که شعر اصیل را به وجود میارند از زمانی که صور شعر هستند و نیروی خلاقیت دارند و چیزی را تجسم میکنند و بازسازی میکنند و به شکل و شیوه دیگر ایجاد میکنند، یعنی میسازند. استاد قناعت با کمال قناعت زیست و با قناعت رفت. با قناعت رفت چون به کسی چاپلوسی نکرد، به کسی خوش آمد نگفت. سخن را وزن و تمکین زمین باید، سخن را قدرت جان آفرین باید، دل سرباز و مثل تو کمین باید، زمین من که دستان تو را خواند شروع می شود. او یکی از چند زیایی ما بود که منفعت ملت را خوب می‌دانست و حاضر نشد آن را با هیچ مقام، منصب و یا ثروت عوض نماید. گفتم تو زنده هستی؟ گفتی بله. گفت که من یک تاجیک زندگی نام داد، میلیون‌ها کودک در رابط سلیقه روز من زنده ماندم از روی لفظ یک تاجیک دیگر من مشهور جهان ساخت. به خاطر من نمیمیرم. قناعت ملت را به گروه و قشرها تقسیم نمی کرد. او با شعرش اندیشه می راند. میان جنگ‌ها از یاد بردم مهربانی را، شدم استاد درس جان فشانی جان ستانی را، و من آورد بوی تیر بوی زندگانی را، جوانی را. بدون شک رفتنش برای ملت ماتم است، ولی گویا این ملت در شاک است و نمی‌فهمد که کی را از دست داده است. اگرچه رسما ماتم ملی اعلان نشده باشد هم امروز ملت ما عزادار است. من امروز بگم که یک دیگر تشکر با شما که استاد بزرگوار ادبیات فارسی تاجیکی دارید، استاد قناعت رو دعوت دارید. رمز استقلال، رمز مردانگی، رمز جسارت، رمز اخلاق، ستون ادبیات تاجیک رفت. امروز بار دیگر تشکر میگم از استاد قناعت که وقتشون رو در این داشته به اینجا آمدن و حالا اگر در گذشت استاد مؤمن قناعت را به نزدیکان و پیوندان، اهل ادب و تمام ملت تسلیت میگوییم. روحش شاد و جایش جنت باد.